نزدیک امتحانای نهاییم شده و نمیدونم چیکار کنم. درود رفقا، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. اومدم با یه جلسه باحال دیگه که میخوام تقدیم شما عزیزان و سروران گرامی بکنم. تحلیل امتحان نهایی حسابان 1402 سال 12. امیدوارم که ببینید و لذتشو ببرین. دم همگیتون گرم، بریم برای استارت. خب رفقا، بررسی که میخوایم انجام بدیم در امتحان نهایی 1402 سوال 11 تا 14 هستش. ما قبلشو در جلسات قبلی حل کردیم، میتونید برید نگاه بکنید و لذت ببرید و نکات رو حتما برداشت بزنید. خب رفقا، سوالی که من دارم برای سوال 11 fx رو داده، مقدار f زگند پی ششم میخواد. در واقع مشتق دوم رو در نقطه پی هشتم از من میخواد. خب مشتق اولش رو فعلا حساب کنم، میشه f پریم x مساویه با خب کوسینوس 2x. اول از 2x مشتق بگیر، میشه 2. خود کوسینوس 2x مشتقش چیه؟ منفی سینوس 2x. حالا بریم برای مشتق دوم. خب 2 که سر جاشه، منفی 1 سر جاشه، خود 2x مشتقش چیه؟ 2. خود سینوس 2x مشتقش چیه؟ کوسینوس 2x که برابر میشه با منفی 4 کوسینوس 2x. حالا خیلی راحت اینجا پی هشتم رو قرار بده، میشه منفی 4 کوسینوس پی 4 که میشه منفی 4 ضرب در رادیکال 2 دوم که میشه منفی 2 رادیکال 2 و تمام. سوال 11 75 صدم ناقابل تقدیم ما شد. خب بریم سوال 12 که در همه امتحان نهایی ها تا به اینجا اومده که ما یه سوالی داریم، معمولا هم 2 نمره‌ای، که میگه مشتق توابع زیرا به دست بیارید و من چند تا تابع میده، قرار مشتقشو واسه شون حساب بکنم. خب چی کار باید بکنم؟ تمامی فرمول هایی که شما برای مشتق بلدین رو باید اینجا عملیاتی بکنید و البته داخل پرانتز هم می‌نویسه ساده کردن مشتق الزامی نیست. خب به خاطر اینه که قرار نیستش حالا ما تا ته بحث بخوایم مشتق رو ساده بکنیم. بنابراین با خیال راحت شما میین عملیاتی که انجام میدین این شکلیه. میگی آقا ضرب 2 تابع مشتقش چجوریه؟ میشه مشتق اولی ضرب در دومی به علاوه مشتق دومی ضرب در اولی. خب مشتق اولی چیه؟ میشه 9 ضرب در 5x منهای x به توان 8 ضرب در یه مشتق هم خود داخل پرانتز باید بگیرم، میشه 15x2 منهای 1. اوکی، این شد تازه مشتق اولی ضرب در دومی من رادیکال 2x به علاوه 1 هست. خب به علاوه مشتق دومی، حالا رادیکال 2x به علاوه 1 مشتقش اینه، بچه ها کنید 2 به روی 2 رادیکال 2x به علاوه 1. مشتق زیر رادیکال رو بگی بنداز بالا، یه 2 رادیکال اون رو بنداز پایین. این شد مشتق دومی ضرب در عین اولی. خب رفقا، من عین اولی رو می‌نویسم کنارش به این صورت. حل. خب رفقا، الان مشتق رو تونستم به راحتی الفش رو حل بکنم. خیلی ساده بود واقعا. قرارم نیست ساده بخوام بکنم چیزی رو با چیزی بزنم، نه، همینجا کافیه کار. بریم واسه قسمت ب. یه مشتق کسریه. مشتقای کسری این مدلی بود که مشتق صورت رو میگرفتی ضرب در مخرج میکردی، منهای مشتق مخرج رو میگرفتی ضرب در صورت میکردی، یه خط کسری بزرگ مخرج به توان 2 رو پایین مینوشتی. خب مشتق بالایی چی میشه؟ میشه 4 در 1 به علاوه تانژانت 2x، میشه مشتق بالا ضرب در عین پایین منهای مشتق پایین چی میشه؟ میشه 6x ضرب در عین بالا تقسیم بر مخرج رو بنویس به توان 2 هم بذار. فینیشید، تمام. اوکی، 2 نمره ناقابل، همین چند خط 2 نمره ارزششو داره، خداییش ارزششو داره. آقا در تابع با ضابطه فلان مجموع آهنگ لحظه‌ای و آهنگ متوسط تغییر تابع در بازه 4 تا 6 را بیاد.
خب رفقا، آهنگ لحظه‌ای مشتق آهنگ متوسط تغییراته. آهنگ متوسط کپ سرعت متوسطه. اوکی، من الان بهت میگم باید چیکار بکنی. آقا برای آهنگ لحظه‌ای مشتقش رو بگیریم. خب 120 تیوم به علاوه 5، مشتق 120 تیوم میشه 120 ضرب در -1 به روی تی به توان 2. 5 هم خدا نگهدار، عدد ثابت صفر. این شد مشتق ما. حالا میام توش 2 رو میذارم و این قراره به من چه عددی رو بده؟ بریم ببینیم. -30 بهم میده. درست گفتم دیگه؟ بله. خب برای آهنگ متوسط چیکار میکنی؟ خوب گوش بده. میای یه بار 4 رو قرار میدی که میشه 124 به علاوه 5 که میشه 35. یعنی من تی رو 4 قرار دادم شد 35. یه بارم 5 رو قرار میدی چه عددی میشه؟ ببخشید یک بار هم 6 رو قرار میدی چون گفته 4 تا 6. خب 126 میشه 20 به علاوه 5 میشه 25. حالا آهنگ متوسط این مدلیه که شما میای اینو منهای این میکنی تقسیم میکنی به این منهای میشه 25 منهای 35 تقسیم بر 6 منهای 4. خب رفقا 25 منهای 35 چه عددی میشه؟ میشه -10. 6 منهای 4 2 پس میشه -5. دورش خط. گفته حالا مجموع آهنگ لحظه‌ای و آهنگ متوسط چقدر؟ -30 به علاوه -5 میشه -35 و تمام. 1.25 ناقابل. آقا خیلی خوب بود. دم همگی تا بدینجا گرم. بریم واسه سوال 14. میگه در شکل نمودار رسم شده شما بفرمایید طول نقاط اکسترموم‌های نسبی و مطلق چیه؟ آقا خیلی ساده است دیگه. اکسترموم مطلقش اونی که از همه کمتر است و اونی که از همه بیشتر است. اوکی، کمتره میشه دی. دی میشه اکسترموم مطلق، همچنین سی هم میشه اکسترموم مطلق، بقیه میشه اکسترموم‌های نسبی بی و ای. فینیش. به همین سادگی کار اوکی شد و تا بدینجا کلی نکته یاد گرفتیم. حواستون به سوال 12 باشه، گفتم تو همه امتحان نهایی تا بدینجا اومده. بنابراین حتما لازمه که نکات رو بنویسی، حتما مدلای دیگه ای ازش ببینی که در امتحان نهایی که مطلوب خودته که میخوای نمره بالا کسب بکنی بتونی نتیجه باحالی خلق بکنی. البته عده‌ای از دوستان هستن که برای ترمیم معدل دارن در واقع تو بحث امتحان نهایی ها هستن که بخوان نمره‌های بالاتری رو به دست بیارن برای ورود به دانشگاه. خب بسیار کمک کننده است و حتما سوالی که امروز حل کردیم رو در امتحان نهایی خواهید دید. امیدوارم لذتش رو بردیده باشی و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک بکنید، کانال ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله برای ما فعال بکنید تا ویدیو بعدی ما رو هم داشته باشین. دم همگیتون گرم. خدا نگهدار.